سلام. خوبیم برو بخیر. سلامت. خیرات. شکر زنده باشید. بفرمایید. میگم سلام مامان نوروز امینه. سلام نوروز. بله. من رمضان که میشم کارم. قراره به شما پاسپورت بگیرم. پاسپورت؟ آها. شما نه؟ منم. خب بفرمایید بیاین بخونه چای بخوریم. فقط بیا خود صدا کن که ما خود اینا ما گپ زنم. خب بیاین بخونه گپ زنیم چای هم بخوریم. زنده باشیم. اونجی نمیشه بخونه جایی نیه. یک جای میرین زیر یک درخت و تازه اینا میشه. اسم شما چیه؟ رمضان کمیشنکار. کمیشنکار. آن صبر کن. بیاین بابا. بیاین. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوبین تیار هستین. بریم بخونه چای بخوریم. زنده باشین سلامت باشین. من بیامدم به خاطر این موضوع پریروز. بله. که خودی شما گپ زدیم. دنیا 80,000 به شما پاسپورت تیار میکنه. من از این موضوع بیامدم که چه کار میکنیم اگه پاسپورت تیار میکنین دیگه بگیریم اقدام کنیم که ما هم به کار خوب بفهمیم. 80,000 گرون وقت ما نمیکشه. نه بابا. این کش خیلی با پا کلونه. دیگه ما کش شما چند بشه به خدا بابا من شما رو پا شما استوندم من. نه قیمت اینو میگم. تو بالکل نمیفهمی. دار بس این مطالعه برو. این مطالعه یعنی زور ما میگم شما لنگ خود بیری کنیم بابا. گله جو در مساله بگم بفهم. قانه چله. خب شما رو پا شما هم چله دیگه من استوندم. درسته. برارجو این مطالعه قدیم یعنی میگم زور ما نمیکشه. درس را پیش کن. منظور اینا اینه که زور ما نمیکشه. نه؟ مامان نوروز خب خودی شما میریم به سر زمینا میریم اینجا گپ زده نمیشه. یا 80 میشه یا 70 میشه بالاخره خودی شما جور میای. بخیسه بریم. مولا بس همینجا ما پیش خود بشیم سنجش کردیم به 60,000 قوت ما میکشه خوش یا نه؟ خب شما بیاییم بریم حالا اینجا گپ نمیشه مامان نوروز. اینجا نمیشه. خب بریم. دیگه دیوالا موش داره موشا گوش داره. خب بریم. خودی شما درس را بسر گیلک. بریم گیلک درس را بسته کو بریم. گیلک بچه شما نام خدا خیلی هوشیاره. بله. این به ایران بره هوشیارتر میشه. قیامت چشم مستر تو باور و خدا کو دل دارم به دستم. کجا میریم برارا باز؟ همیشه میریم. بخیریم سلامت. چی خبر؟ گیلک کجا بخیر؟ بله. کجا میبری؟ تا خاکا بشینیم. همه نداره ما خود ما میریم خوب صحرا میریم. بشه کم اختلاط کنیم. هر دو برای خودی هم دیدم. کجا میری؟ تخل. گیلک. خب مامان نوروز. کی؟ مامان نوروز بیار شما خوب. بیار من. او خوبه. گای سردرد میشه. توروش که میکنن. مادر من که چیز تیار من آش تیار میکنن چوش چاشته آش دیشب هم آش خوردیم ما. یاره سنه اختلاط نکن تو چی میگی؟ راست میگه آش نخورده نیشه. خب بخوردیم. خب پیار من توروش میکنه سردرد میشه. نه ما پیار من که گفتم به ایران که بخیر بریم دیگه آش نمیخوریم. بچه همه شما چی شد گم شده؟ اگه تو ناسنده همه بیا بچه ها گم شده آدم. من چون اونا برفتم به چیز رفت ترکیه. ترکیه رفتم؟ کی رفتم؟ میخواد. خود تو اسم رال گفته نمیدی برار تو میخواد. ما هم خیلی پیار من گفتم به خیلی خوشی به ایران که برسیدیم و دیگه آش نمیخوریم. که پیار من سردرد نمیشه. ما این بریم. نه. همه شما. تو مغز سر تو خراب پره رو. برتقا که بیام 10 سالمو. ما این بریم. شما هم میریم به ایران؟ فامیلی؟ خود پیار و برار هم میگی میرین؟ لوکه اکدو را میبره شما؟ عرب پاسپورت پاسپورتی میرین؟ شما که پاسپورت ندارین؟ خب پاسپورت مرتقا که گفت ده مرتقا که بیامده به در سلام گفته 80,000 میگو با 70 میگو با ما چون چند کم شد از 70 همه شما پره رو بیامد قراره که به همه شما نه نفره 70,000 پیار ما به خونه گفته اگه مرتقا قبول کنه دونه 60,000 ما ماییم کینه 60,000 بیشتر ما ها کینه که من بگم به من تیار کنه پاسپورت مرتقا کیه از محل بالا ها اسمی حتی محله از میدیه اسم کی همون نفر نه از اینجا هم دیگه محله 70,000 تیار میکنه نه او به 70 80 میگه پیار ما ما 60,000 کمتر نماییم بیشتر نماییم 60 تیار کرد قرار شد تیار کنه به شما من چون مرتقا شاید بیایه شاید نیایه شاید تیار کنه همون اسمی بگو من به خاطر بخون به من بدم تیار کنه پاسپورت من ندارم اسم عجوب به خیالم که میتونه که پیار من میگفتن پیار من دیشب اختلاط کرد گفتن رمضان دوچرونه رمضان دوچرون
میره ما لوکا با خوب تا ایران میره بخیر پاسپورت تا مرتیار کنه پاسپورت تا مرتیار کنه چی پوله یوزه پول پیار تا کجا میاره گیلک میده نشو خیلی پول میشه زمینی داره ما به خیال میدیم به چیز به گیرو نه زمین میدیم بگیره و پاسپورت تیار میکنه برای این سردل خیلی داره گپ و موف میزینی خودی آینه گفت بره بخیر باشه گیلک جو خدا حافظ شما خوش آمدی برو بله بیا ساده خدا بیا اینجی چیه؟ بیا خب بره خب بیا بشی چیه؟ کی به تو گفت بگی همه پیار بابا چی گفتم به خونه چی گفتم بابا؟ نگفتم میچی به هیچ کس نگیم چوب بی صدا باشی عقل بخوری از پاسپورتا پاسپورتا کی به تو گفت بگی بری ازی خب یه همسایه مانه همسایه مانه پیار ما که نیه که تو مگانی بری و بگی تو کی عقل یاد میگیری گیلا چی میفهمه حیات ما میره حیات تو میره مختصر تو چی داره به نظرم کابینه داره برو بابوس بگو او شیطونی نکنه تو سیکو چرا اگه با بگین چیکار میشه خوشت بره شیطونی کنه به جامعه بگی تو خبر نداری که ما بچوک به بی صدا ما این بری هم پاسپورتای تقلبی کیار میکنه دیگه با تو چی رفتی گفتی عقل کمال بود خوری عقل من نمیکشه تا کی نمیکشه ها با خورده میکشه تا به ایران بره تا به ایران بریم تو به ایران بری مردم ایران برم برو خور بخبری بره نکه دیگه یه که من نزدیک زد عقل بو خوری به خیر خوشی بیا بخور دیگه بیا چه میگی؟ کسی نیست پرسان کنه امی پیخوا خوش که تمی خود میده پیش من گرشته بخوره چطور نمیخوره بابا؟ هم یک چند علف نمیتونی زره کنی بیر خود از اینا گد کنی باشه اینا رو بخوره دیگه چی باشه بخوره چی بخوره پیخوا خوش که بخوره یا چی چاق شده دیگه بابا کی سرده بره علف داره کنه به زیافت الله شما به خپل بچه خود کنیم اصلا هر چی که ما به شما میگوید چه گپ گوش نمیگیری خوب داره میکنه خود میان پیش من داره نگو بله یک چیز دیگه هیچ کس نمیگه از مسئله پاسپورتو مسئله پاسپورت هیچ کس نمیگی چی با کسی نمیگی اگر اقامسای از پرسان کرد که کجا ما این بریم میگه جا نمیریم با کسی نمیگی چی چرا تو چی کار داری من کار که کار نداری چی کار داری با طالب کی گفتم خب میگم نگم به کسی نمیگم دیگه من چی کار دارم یکم برو چند علف داره که خودم اینا گفت که پیش میون بده میخوام خوش که میارم این پیش از اونا چی بخوره بابا چیکاره بابا اگه ما بریم به ایران این زمینی گه چه کار میشه میفروشی نه بابا اینا رو جمع کردیم میفروشین آخر بابا چیکار کنه اینا رو ما چیکار کنه بابا نفروشین گه کار خب پس چیکار کنه اینا بالش کنو زسخ کنو بده دست یک کسی که جمع کنه ولی کجا بیارم با خب مجبورم اینا بفروشم که پاسپورت بگیرم دیگه برو چند علف داره که بیار خودم اینا گشت کو اما هر چی میان سعی میکنم پوخا خوش که میارم تا خوره پیش گوا میخداریم سلام علیکم زنده نباشید خوب هستین بخیر خیریت خوبین سلامت باشین میگم یک موضوعی بود درباره این موضوع پاسپورت ماستم راپور بدم برای برو شما اگه اجازه همینجا برو بله ببخشید یا الله سلام علیکم زنده نباشین خوب هستین سلامت باشین میگم هم یک پاسپورت امیر صاحب قیمت چندیه تا آدم پاسپورت بگیره برای خود دفترش تقریبا 6000 7000 هست. خب پس این نفره که به 50 60 هزار و 60 هزار این میگیره پاسپورت چی رقمه بدم کی هست حتما که میشن کاری میکنم چون قیمت پاسپورت به این اندازه نیست. همی همسایه داریم ما امروز اتفاقا نور بدیدم امیت یک گپ زد با کل فامیل ما نفره پاسپورت میگیره دونه 60 هزار
نه او حتما کلاهبرداری میکنه. شما آدرس من به مو خاطر آمدم پیش شما. بله اما همسایه خود میشناسم، همون نفر رو میشناسم که گپ بریم مثلا. مال به مجاهدان میگم که خیلی شما همکاری. خیر بینیم، همین بریم سعی کنیم از خود کنیم. این آدمو نباید فعالیت کنه به تعدیا بده. پولا مسلمانا را میستونم 60,000 روپیه پول به خاطر یک پاسپورت از اونا میستونه. خیر تشکر. سلامت باشین. زنده باشین. وظیفه مونه. تشکر. خیر ببینید. سلامت باشین. منتظر میشم. برای شما دیگه چی ما روز دیروز پری روز ما به شما بگفتم که ما به سر روز پاسپورتا شما تکمیل میکنیم ان شاء الله. یعنی دلجمع باشیم ما. دیگه ما روز ما 20 سال کار مونه آخه. خب دیگه بابا به چند روز میگیریم ما؟ به سه روز. سه روز؟ به سه روز می. از هم ماما. دیگه چند نفرین شما؟ 7 نفر ما. خب صحیحه دیگه 7 نفرین. پاسپورتا شما به سر روز تکمیل میشه ما اون روز نصف پول از شما میگیرم مال نصف پول. همه پول مالو که چند نمیشه؟ چند نفره؟ 7 نفر. همه حساب شما میشه 4,20,000 ما اون روز. 4,20,000. که 2,10,000 حال میگیرم از شما 2,10,000 دیگه پاسپورتا که احترامانه به شما تقدیم کردم پول کامل میدیم. بابا خوبه دیگه به سر روز پاسپورت میگیرم با ما دیگه نه؟ فقط به عباس. با عباس میریم به ایران میریم ما با خوب. نگو به سر روز خوبه دیگه نیه؟ گیلک تو هم که به ایران بری. چی رقمه؟ ایرانی ها به رو خو میرن. بابا اونا با بیای به جا ما. چه کار میکنه ما اون روز؟ من میرم پول تیار کنم. ماما سر بس کنی. ماما جو سر بس کنی. خیال ماما نبودم. پاسپورت جایلی تیار میکنی ها؟ تو که من خبر ندارم. ملا صاحب نیه ما همینجا اختلاط میکنیم هیچ کسی نیه. دسته کنیم. ما نیه ماما. شما پاسپورت با ما تیار میکنه. باش با خلاص کار داری. ای ما پاسپورت تیار میکنه. ای تیار می. پاسپورت جایلی تیار میکنی ایر پلیس ولی ببریم. های ماما نوروز. شما هم مقدار نمیفهمی که اینا پاسپورت جایلی تیار میکنه. ما چیکار کنیم؟ های ما چیکار کنیم؟ هیچی بریم. یا ما شکلی کردم. بریم آگه بریم. ملا صاحب آخه ما چه کار کردم که شما دستان با چکده میبرین؟ تو پاسپورت جایلی تیار میکنی. نیه ما همینجا اختلاط میکنه خودی هم. از مردم غریب کار ما بر پول ور میداریم.
رئیس هر که به شما راپورت داده اشتباه گفته من هیچ کاره ما اصلا خبر ندارم. اشتباه نه تو بسانه بگیرید نمیده. همین دستام وا کنه من دستم درد میکنه. وا نمیکنه باشه. دستم درد میکنه این دستگاه وا کنه. باشه وا میکنه. دستار باز کنید. همین دستگاه وا کنه. باشه دستار باز کنید. بابا ما هم بالا شیم. خب ما به ما راپور رسیده که شما مثلا از هر خانواده که فعلا 4 نفر حضور داره به ما راپور دقیق برسیده که شما از هر پاسپورتی که به دینا تیار میکنید 60,000 گرفتیم، در حالی که پاسپورت مثلا نهایتا که مصرف باشه 7,000 یا 8,000 بیشتر مصرف نداره. شما به چی دلیل از این پاسپورت ها مثلا 60,000 بگرفتیم؟ امیر صاحب دروغ میگن کی 60,000 گرفته؟ اصلا من خبر ندارم از پاسپورت. دلایل نه برو، ما یک خیلی خوب خبر موثق داریم که حتی مجاهدامو من شما اینا کجا آوردیم برادر مجاهد؟ همه شما که آدرس داده بدیم به زیر درخت ساینا شیشته بود. گفت 60,000 70,000 میگود. بازنامه میگه به شما به سر روز یک پاسپورت به شما تکمیل میکنیم. این گفتن؟ امیر گفت. این گفتن ما به سر روز تیار میکنیم و همه شما لوکری میکنیم به ایران. برادر حال چی میگی؟ امیر صاحب دیگه یک اشتباهی بوده شما ببخشید به بزرگواری خودم. یعنی امیر صاحب ایتیار نکنه با ما خاطر میریم همه لکه به ایران میریم. مثلا حاجی شما چه کار کردین؟ شما که میتونید میبینید که فعلا امارت اسلامی سهولت بیاورده از راه قانونی شما به چی رقم 60,000 به خاطر یک پاسپورت میدادین؟ من چی میفهمیدم؟ این به ما قول داد که بس سر روز شما پاسپورت تکمیل میکنم به 7 نفر شما
پاسپورت میگیرم. مجلس محترم، شما یعنی به همین قانون مملکت خبر ندارین که اصلا شما بعض همسایه‌ها که میبینیم فعلا امارت اسلامی همین سهولت بیاورده که هر مثلا پاسپورت نهایتا 6200 یا 7000 خیلی کل مصارف شما پاسپورت تحویل داده میشه. شما چی رقم به 4 نفر مثلا به 4 نفر خانواده خب مثلا ما پاسپورت تیار کنی هر پاسپورت 60000 شما فکر نمی‌کرد مجلس که این راه خوب نیه، این راه غیر قانونی با این خودی کلاهبرداری پاسپورت 60000 چی رقم میشه شما؟ آمیر صاحب ما 4 نفر نه ما 7 نفره. ما گفته 4,20,000 بدیم برای سر روزم پاسپورت شما میدیم به دست شما میدیم. میبینیم که این کاری که شما خیزی آقای کلاهبردار که انجام دادیم خود شما مجرم شناخته میشیم، چون ما به خاطر احترام موسفید شما فعلا به شما چیز نمیگیم، ولی آقای کلاهبردار ما فعلا میشونیم تا تحقیق کنیم ببینیم چه رقم دیگه کس خیزی دست داره یا خود از همین کارا رو میکنه. شما فعلا میتونیم برین، ولی ما فعلا با ما مهمون مانه تا ما ببینیم که چه کار میشه. خیر بریم باره بابا که معطل مانم. شما فعلا میتونیم برین. خیر بریم بره عباس کشی بخیر بره. خیر بریم ماما جو. تشکر. شما خیر بده پولامون بیستیم دی. پولا شما تا قرون آخر باید نه ما این گفتم بدیم ما نصف پولار بدیم. چنده بابا بدیم نصفیو؟ 2,10,000 بدیم. 2,10,000 دیگه پاسپورتا که تیار شد با من. بله. خدا ببخش لگه. من با خدا نگفتم از اینا. نه ما راپور داشتیم، ما راپور دقیق داشتیم. بابا همه پولامو میرن. ما جو یک چوک یک زمین میدیش بیاریم بدادن همین جگه به گیره دادیم گفتیم ما میریم به ایران میریم. حالا این تکارو کرد. بریم شما هم دیگه که کار نکنیم دیگه. به سلامت بریم بخیر بریم. آمیر صاحب ببخش ما با خدا از سابق میته آموخته بودم پاسپورت میگرفتم ما مردم، ما گفتم حال همیشه پاسپورت گرفتن خبر نداشتم که امارت اسلامی یه کشفیات ناقوی میای آدم دستگیر میکنم. محروم مجبوری پریشونی سه کنن خود مادام غریبی رختام و لباسام سه کنن همه تکه تریش برای لقمه نونیم تا شم سرزمین ها اینا. خیلی ببخشم آمیر صاحب چی پیش دارم من همی که شما تو همی فکر نمیکنی که از این مسلمانایی که تو از هر پاسپورت 60,000 میگیری اینا کجا میاره؟ اینا گفتم کجا بیاره به هر پاسپورت 60,000 به تو بده. اینا گفتم ما به ایران میرم پاسپورت ما وقت هم ندارن که بس 4 ماه بگیریم. چون وقت نداره تو باید کلاهبرداری کنی، باید هرچی مردم دیشه باشه از اونو بگیری. دیگه نه فهمیدم آمیر صاحب می دفعه آخر ما شما فعلا به نظارت خونه نمی‌کنیم و بس فعلا تا ببینیم مراحل قانونی طی کنیم ببینیم و ان شاءالله شما بازپرسی میشه ببینیم چیکار میشه ان شاءالله. شما فعلا بریم مجاهد رو